بازم من و تنهایی. خب یک فضای خیلی سکوت، خیلی پرآرامش. بذار ماها ببینیمش. کجایی؟ اینجا دیدی، باید برم پشت نوره. آره الان دیگه آواش داریم میبینیمش. میبینی اینجا یه امامزاده است. اومدیم الان. اینجا هیچکی هم نیست امشب. بذار اینجا ها رو ببینیم. بذار بریم جای امامزادهش ببین چقدر باحاله. یه 10 دقیقه دیگه من اومدم، صبر کن. بریم داخل امامزادهش هم ببینیم بچه ها. آره رسیدیم. خب از پله ها میریم بالا. السلام علیک. آره اینم یه امامزاده باحال. اینو ببین. چی بگم دیگه، یه حرفی واسه گفتن نمیمونه. اینجا رو ببینید بچه ها، زنونه است. برمیگردیم. اینجا مسجد مردونه است. ببین یک فضای واقعا پرآرامش. حالا اینم شجره نامش. ببین پیغمبر اکرم. خب از اینجا میریم پایین شجره نامه رو. خب از پایین شروع کنم. میبینی فرزندان آنها که در شهرهای ایران باشد. ببین دیدی این زین العابدینه. اینم جایی که ما هستیم، امامزاده حسین اصغر. خیلی به جای سکوت عالی. بسته بریم اینجا دوباره پلا بریم. یه مسجد بزرگ هم این برداره. این خانوما نمیدونم چرا لباس اینجوری ریختن. اینم عکس خامنه‌ای، اینم خمینی. اینجا اینم امامزاده. اوکی. آره این در سمت خانوما بسته است. خب ببینید وقفه امامزاده. یه امامزاده خیلی خیلی خوب. جاش خیلی باحاله. بلندیه. بذار برم تو بیرون روستاهای دور و بر ببینید، حال میکنین. بذار اینجا بریم بیرون، قطع کنم یه از فضا بگیرم دوباره. میبینی سلام علیکم. یه دونه زائر اومد داخل. سلام دادنشونو دیدین بچه ها؟